درون و یا پهپادهای نوری شبه‌های جنگی روسیه و اوکراین را تغییر دادند. این درون ها در یک ساعت تا 60 کیلومتر حرکت می کنند. مانور انجام می دهند و نخ نوری تا فاصله 10 کیلومتر پایدار می ماند و کنده نمی شود. نیروهای اوکراین در نزدیکی شهر پاکروفسک درون‌های را آزمایش می کنند که به نخهای نازک نوری وصل شدند. این غلطک است که نخ نوری در آن پیچیده است. این غلطک خرد از پهپاد است که آسیب دیده است. درون‌هایی را که با امواج رادیویی داره می شوند رادیویی کردن و از کار انداختن ممکن است، کاری که با درون‌های نخ نوری کردن نمی شود. چند ماه است که ارتش روسیه از درون‌های نخ نوری استفاده می‌برد. از آنها به خصوص در ولایت کورسک بیشتر استفاده می‌کنند. در این عکس که درون برداشته است تا لحظه ترکش همه چیز واضح دیده می‌شود. هیچ کسی هم موج ویدیویی آن را یافتن نمی‌تواند. ابزارهای الکترونی این درون‌ها را از کار انداختن نمی‌توانند. این گونه محل‌ها قبلا از حمله پهپادها ایمن بودند، حالا نیستند. بچه های ما بر راه‌های جنگلی قبلا به خطر حرکت می‌کردند چون جنگل مانع موج‌های رادیویی می‌شود. به دشمن پیدا کردن ما و هدف گرفتن در درون جنگل آسان نبود زیرا موج گم می‌شود. برعکس پهپادهای معمولی در پهپادهای نخ نوری موج در سطح پایین و نزدیک به زمین هم قوی می‌ماند. بسیاری از آنها تا مسافه 20 کیلومتر به هدفشان می‌رسند. پیچیدن نخ درون به چیز یا کنده شدنش از خطرهای اساسی برای این نوع پهپادهاست. بر طبق گزارش‌های شرکت‌های چینی فرمایش‌ها از طرف روسیه هر ماه زیاد و زیادتر می‌شوند. آنها هم درون‌های زیادتر استحصال می‌کنند و ثبت‌های ویدیویی ما نشان می‌دهد که روس‌ها این پهپادها را در همه جبهه‌ها استفاده می‌برند. اوکراین هم برای استحصال این گونه درون‌ها دست و پا می‌زند. آزمایش‌های اولین پهپادهای ما چندان خوب نبودند چون با غلطک‌ها و نخ‌های نوری مشکلی داشتیم. آزمایش‌های اخیر نشان دادند که 6 شرکت ما می‌توانند این نوع درون‌ها را استحصال کنند. در اینجا نیروهای اوکراین خود را به واقعیت‌های نوی جنگ مطابق کرده برای محافظت شهری مهم پاکروفسک می‌جنگند با استفاده از سلاح‌های نو و رفع خطرهای سلاح‌های نوی دشمن.